دیانگ یه پاس عالی، چه پاسی میده، ضربه سر، چه گلی شد. یه گل تماشایی از رافینیا. واقعا چی باید گفت از این گل؟ حلقه شادی یاران بارسا. پاس رو ببینی، پاس طلایی فرانک دیانگ و این ضربه سر. فقط نگاه میکنه آیتور. در 85مین دقیقه بارسا 2-1 پیش میفته. تعویض استثنایی ژاوی هرناندز نجات میده تیم بارسلونا رو. 3 امتیاز حالا در جیب تیم بارسا هست. اصلا آفساید نیست توی زاویه که داریم میبینیم. چقدر خوب خودش جدا کرد و هوش بالای رافینیا رو ببینیم. بدون مکس با یه ضربه سر توپ از بالای دستان آیتور وارد دروازه کرد. یه بار دیگه ارزش‌های خودش رو اثبات میکنه فرانک دیانگ. چی شد توی مسابقه؟ چه نیمه دومی رو بارسا بازی کرد. صحبت‌های ژاوی.